خیلی سوال میکنن که آقا مزاج ما چیه؟ خب میگیم که منظورتون چیه از مزاج؟ مزاج مادرزادی تو میخوای یا مزاج عارضی؟ آخه اینو دو تا چیزه. شما اگه دنبال مزاج مادرزادی و مزاج اصلی و سرشتی خودتون هستی 4 تا بیشتر نیست. کل این آدمای کره زمین 4 تا مزاج بیشتر ندارن. یا مزاجشون گرم و خشکه، یا گرم و تره، یا سرد و خشکه، یا سرد و تره. بیشتر از این 4 تا که نیست که. یه وقت هم هست که نه، افراد دچار غلبه مزاجی میشن یا غلبه خلط که 12 قسمه. با همدیگه میشماریم: غلبه خلط صفرا، غلبه خلط بلغم، غلبه خلط دم، غلبه خلط سودا، غلبه خشکی، غلبه سردی، غلبه گرمی، غلبه رطوبت، غلبه گرمی و خشکی، غلبه گرمی و تری، غلبه سردی و خشکی، غلبه سردی و تری. شد 12 تا. یعنی ما 12 تا سوء مزاج داریم که علائم هر کدوم رو انشالله تو کلیپ‌های بعدی براتون خواهم گفت.